بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه دیگر از درس سیاست اسلامی قرار داریم، شناخت سیاست اسلامی، و در جلسه گذشته بحث ما در رابطه به ارکان سیاست اسلامی بود که گفتیم 4 رکن دارد و رکن اول حکم به ما انزل الله بود، حکم به آنچه که الله نازل کرده است که توضیح دادیم. حالا میریم به مبحث دوم و رکن دوم سیاست اسلامی که ملت یا مردم هست. و ملت و مردم تقسیم بندی داره که بعضی مسلمان هستند و بعضی مسلمان نیستند، اما جزء ملتی هستند که در زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکنند و سیاست اسلامی مربوط به اونهاست و اونها را سرپرستی میکنند. خب به هر صورت ابتدا صفحه کتاب خدمت شما تقدیم میکنم. در ابتدا میخوانیم الرکن الثانی الرعیه، رعیت الشعب، شعب یعنی ملت، مردم. و امکان ندارد که حکومت اسلامی و سیاست اسلامی باشد در حالی که مردمی وجود نداشته باشند. و کوه و صحرا که نمیشه. لذا گفته لا یمکن ان تقوم دوله من الدول، هیچ دولتی نمیتونه به پا بشود، قائم بشود بدون رعیه، بدون رعیت. رعیت لازم است، رعیتی که یطبق علیه نظام الدوله، که نظام دولت برایشان تطبیق بشود. و رعیت در دولت اسلامی از اصل این است که مسلمان ها هستند، یعنی اکثریت مسلمینند، اما اقلیت های غیر مسلمان هم در آن وجود دارد. و قد یکون منهم غیر المسلمین، گاهی اوقات غیر مسلمان ها در زیر چتر حکومت اسلامی و سیاست اسلامی زندگی میکنند. و غیر المسلمین الذين يعيشون في البلد الاسلامی، و این غیر مسلمان ها دو دسته میشوند، یا کسایی که دائمی در اینجا زندگی میکنند یا کسایی که موقت زندگی میکنند در زیر چتر حکومت اسلامی. اونهایی که موقت زندگی کنند به اونها مستأمن گفته میشه، یعنی کسانی که در اصل از یک کشور دیگری هستند، از یک کشور غیر اسلامی، مسلمان نیستند، موقتا آمدن به کشور اسلامی، به اصطلاح امروزی یعنی ویزا گرفتن. وقتی به اون ویزا داده شده که بیا، یعنی به اون امنیت داده شده، یعنی ما با تو کاری نداریم، بیا در زیر سایه حکومت مدت زمانی که برای تو تعیین شده زندگی کن. میای یک مدت زمان اینجا هست، این گفته میشه مستأمن، یا برای تجارت آمده، یا برای سیاحت آمده، یا برای زیارت و دیدن دوستان خود آمده و اقوام خویشاوندانی دارد و امثال او میره، این میشه مستأمن. اما اگر دائمی در این کشور زندگی میکرد باز اون میشه اهل الذمه. اهل ذمه دائمی هستند و این دو گروه را اینجا معرفی میکنه که جزء رعیت و ملت در سیاست اسلامی هستند. خب یا مستأمن هستن یا اهل ذمه. مستأمن کیست؟ در لغت مستأمنون جمع مستأمن هست به کسر میم. مستأمن یعنی کسی که از دیگری امنیت طلب کرده، و به فتح هم بعضی مستأمن یعنی کسی که به او امنیت داده شده. و هو الطالب للامان الذي هو ضد الخوف. مستأمن یعنی کسی که امنیت طلب کرده، که امنیت ضد ترس هست، یعنی ترسی بر او نیست، آرامش هست، بیا در این کشور تو امنیت داری. و در اصطلاح شرعی مستأمن کسی است که داخل شده به دار اسلام، به او امان داده شده به خاطری که خودش طلب کرده به ما امان بدین، به او امان داده شده. امروزه ویزا دقیقاً قائم مقام همون عقد استیمان یا مسئله مستأمن شدن هست. و الامان هو رفع و استباحة دم الحربی، یعنی اینکه این شخصی که از او کشور بوده، حتی با مسلمان ها در جنگ بوده، حربی بوده، این خون او دیگه حلال نیست، و رقی، و دیگه او نمیتونه غلام و اسیر بشه، و مالش گرفته نمیشه. این قتالی که در وقتی که اگر در صحنه جنگ می بود، او با مسلمان‌ها در جنگ می بود، خون او حرام بود، اسیر میشد، خون او حلال بود، اسیر میشد، مال او گرفته میشد به غنیمت. اما حالا که امان طلب کرده، اینا همه حرام میشه، دیگه حق نداریم به او تعرض کنیم. اول عزم علیه، حتی عزم بر این کار نباید بکنیم. ما استقراری تحت حکم اسلام مدت ما، به همراهی که در آرامش و استقرار هست مدت زمانی که در زیر سایه حکومت اسلامی است. اذن بنابراین پس مستأمن از جمله رعایای دولت مستمر به طور دائمی نیست، رعیت دائمی نیست، موقت است، بلکه مدت زمان موقتی اقامه میکنه بعداً میره. ابن قیم رحمه الله تعریف کرده، گفته المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمین. مستأمن کسی است که به بلاد مسلمین آمده من غیر استیطان لها، بدون اینکه اینجا رو وطن دائمی خود بگیرد. و هؤلاء اربعه اقسام، اینها گفته باز 4 قسمن. البته این 4 قسم به این معنا نیست که غیر اینها ممکن نیست، ممکنه غیر اینها هم باشد. 4 قسم مثال داده اینا.
4 قسم است. یکی رسول، نامه آورها. در گذشته خب شخصی از کفار نامه می آورده پیش خلیفه مسلمین، امیر مؤمنین، نامه می آورده پس میرفته. در مدت زمانی که نامه خود می آورده در امن بوده، کسی حق نداره رسول را بکشد. رسول نامه را آورده، کسی حق تعرض به او ندارد و ناجایز است و کاری خلاف شرع. و دیگه و تجار و دیگه کسایی که برای تجارت میآیند، گاهی اوقات میاد تجارت خود انجام میده پس میره، یا مستأمن است. و مستجیر، مستجیر یعنی کسی پناه میگیره، آمده چند وقتی به کشور پناهنده است، به او پناه میدیم. حتی یعرض علیه الاسلام، در این مدت زمانی که در اینجا پناهنده است میشه اسلام بر او عرضه بشه، قرآن عرضه بشه، اجباری نیست، عرضه میشه، راهنمایی میشه. اگه میخواستن داخل میشن در اسلام، اگه میخواستن پس برمیگردن به کشورهای خود. و طالب حاجت من زیارت و غیرها، و یا اینکه آمدن طلب یک زیارتی دارن، دیگه کاری. این قسم چهارم است. و طالبو، طلب کننده های حاجت، یعنی قسم چهارم کسایی که به خاطر حاجت آمدن، حالا به خاطر زیارت و ملاقات دوستی خویشاوندی یا غیر او. غیر او اشاره میکنه که از 4 تا پس میشه بیشتر بشه. برای تحصیل میشه که آمده برای تحصیل درس میخونه میره. البته حالا بالعکس است، حالا از کشورهای اسلامی میرن درس میخوانن. اما در گذشته که ما ببینیم در زمان خلافت عثمانی، در زمان حکومت اندلس، این از کشورهای غربی بود که می آمدن به کشورهای اسلامی درس میخواندن و پس میرفتن. و حکم هؤلاء الا یهاجروا ولا یقتلوا، حکمشان این است که اینها هجرت داده نشوند، یعنی اینها اخراج نمیشوند. کسی حق نداره به اونها بگه بیرون شو از این کشور برو. امنیت گرفته، ویزا گرفته، مدت موقت خود هست، بعداً میره. کشته نمیشوند، از اونها جزیه گرفته نمیشه، هیچ چی گرفته نمیشه. و ان یعرض علی المستجیر منهم الاسلام، کسی که پناهنده است اسلام به او عرضه میشه، قرآن عرضه میشه. اگر میخواستن داخل میشن، و این احب اللحاق بمأمنه الحق به، و اگر میخواست پس به مأمن و به امنیت جای خود برود، باید او رو پس برسانیم به اونجا. ولم یعرض له قبل وصوله الیه، و عرضه نشود برای او قبل از رسیدن به آنجا. فاذا وصل الحربی مأمن او عاد حربیا کما کان، یعنی تا وقتی که به دار اسلام هست او مستأمن هست، امنیت دارد. وقتی که به او طرف رسید امنیت از بین رفته، تمام شد دیگه، دوباره حق ندارد باز پس برگردد. و دلیل این مطلب هم کلا بحث مستأمن برمیگرده به سوره مبارکه توبه. در اون جای مبارکه داریم و این احد من المشرکین استجارك فاجره حتی يسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. بعدا میاد که اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، او را پناه بدید تا کلام الله را بشنود، باز بعدا او را به مأمنش برسانید، یعنی امنیتش را حاصل کنید تا برسد به جایگاه امن خود. گروه اینا جزء رعایای حکومت اسلامی نیستن، اما در تحت حکومت اسلامی میشه که اینا به طور معقد رعیت باشن، جزء ملت قرار بگیرن. اهل ذمه قسم دوم است. اهل ذمه مسلمان نیستن، کافرن، اما با مسلمان ها ذمه دارن. ذمه از یعنی عهد و پیمانی که خون او، مال او، جان او همه در امان است و میتواند در این کشور زندگی کند. اما اهل ذمه در مقابل اینکه حکومت اسلامی امنیت اونها رو میگیرد و از امکانات این کشور استفاده میکنند و از امکانات حکومت اسلامی استفاده میبرند و امنیتشان گرفته میشه، مقداری باز به عنوان جزیه به دولت میکنند، به بیت المال میدهند. مثل که مسلمان زکات میده، البته از مسلمان عبادت است، او زکات مال خود پرداخت میکنه، باز این جزیه باید پرداخت بکنه. اهل ذمه در لغت اهل عقد هستند، یعنی باز دولت مسئولیت داره که در قبال او، در عوض او امنیت اونها چی کنه، حفظ کنه. اهل ذمه در لغت یعنی اهل عقد، کسایی که عهد و پیمان بستند. ابو عبید از علمای لغت گفته است از ذمه تو الامان، این هم امان است، اما این امان دائمی است، همیشه اینجا زندگی میکنن، جزء کشورن، شهروند دائمی هستند. کما فی قوله صلی الله علیه و سلم، مثل در حدیث آمده و یسعى بذمتهم ادناهم. کلمه ذمه یعنی عهد، در این حدیث هم آمده که تلاش و کوشش میکند برای عهد یکی از مسلمانان پایین ترینشان، باید که تلاش کند که او عهد و ذمه مراعات کند. میخوای بحث ما ربطی نداره این حدیث، اما ذمه به معنی عهد یعنی در این حدیث آمده، پس ذمه به معنی عهد است. و در اصطلاح مراد از اهل ذمه المعاهدون، کسایی که عهد بستن از اهل کتاب، و من جرى مجراهم، و کسایی مثل اهل کتاب. البته اینجا عده‌ای از علما میگویند که اهل ذمه فقط کی میتونه بشه؟ اهل کتاب، یهود و نصارا و همچنین مجوسیان. بعضی همچنین گفتن، اما عده‌ای از علما هم به این نظر هستن که نه، عمومی است.
یعنی به هر کافری میتونه اهل ذمه بشه به غیر از شبه جزیره عرب. فقط در شبه جزیره عرب کافر نباید زندگی کنه، کلا 100% باید مسلمین باشن. اما در غیر شبه جزیره عرب مشرک است، ملحد است، بیدین است، هر چی که از هر عقیده‌ای که داره، بودایی است، جزیه بده میتونه در حکومت اسلامی زندگی کنه. یک دیدگاه فقها همین است که شیخ ابن عثیمین رحمه الله از فقهای بزرگ معاصر همین قول را راجح دانسته. خب معاهدین از اهل کتاب و من جرى مجراه و ذمی هو المعاهد. ذمی که کسی که عهد بسته، الذي اعطى عهدا یأمن به علی مال و دینی، به او عهد داده شده، عهد کرده با مسلمین که بر مال خود، بر دین خود در امن باشد، آزاد است. ابن قدامه رحمه الله گفته است ولا یصح عقد الذمه والهدنه، درست نیست عقد ذمه و همچنین صلح الا من الامام یا نائبه. حالا این عقد ذمه را کی بسته میکنه؟ عامه مردم؟ نخیر، ایره امام مسلمین یعنی رئیس دولت اسلامی یا نائب او در جایی که تعیین شده به همون وظیفه. و بهذا قال الشافعی، همین قول امام شافعی رحمه الله است. ولا نعلم فيه خلافا، در این مسئله اصلا اختلافی نمیشناسیم. ابن قدامه میگه لان ذلك يتعلق بنظر الامام، چون مسئله تعلق میگیره که امام باید نظر کنه که این عقد ذمه به نفعشان هست به نفعشان نیست، این افراد رو در کشور خود جای بدهد، بگذارد، بعداً براش مشکلی نشه، دسیسه از طرف دشمن نباشد. پس لازم خود حاکم باید اینجا بررسی کنه و حکم بکنه. و ما یراه من المصلحه، و هر چی که مصلحت دید. و عقد الذمه عقد لازم، عقدی است قطعی لازمی. یعنی نمیتونه امام با فردا بگه بدون دلیل بگیرش اعتبار دیگه نداره، نه، لازمی است، همیشه است، مگر اینکه اون طرف مقابل یک خیانتی بکنه، باز وقت عهد میشکنه. یا مثل مستأمن کسی حق نداره به مال و خون او تعرض بکنه، اما اگر عهد خودش شکست و خیانتی انجام داد، جاسوس ثابت شد و امثال او، باز وقت با جزای خود میبینه دیگه. وقت مستأمن نیست، امنیت تو از بین میره، معلوم میشه جاسوس است یا امثال او. به هر حال عقد ذمه یک عقد لازمی است، ابدی است، در قول عامه فقها دائما هست. و من مگر اینکه گفتیم خود طرف کاری بکنه که عهد او از بین بره. و من اجل ذالک اصبح الذمی احد رعایا دولت الاسلامیه، ذمی دیگه از جمله رعایای دولت اسلامی است، در زیر چتر او زندگی میکنه به طور دائمی. ولا يجوز عقد الذمه المعبده الا بشرطين، عقد ذمه دائمی به دو شرط بسته میشه. اول اینکه التزام کنن که جزیه بدهند در تمام احوال. باز جزیه هم بستگی داره نسبت که از چی افرادی گرفته میشه، باز یک بحث مفصل است که جزیه مثلا از افرادی گرفته میشه که اونا توانایی جنگ دارن، از زنها مثلا گرفته نمیشه، از بچه‌های خود گرفته نمیشه و امثال او. باز بحث‌های مفصل دیگر داره، کسی کار نمیتونه، ضعیف است، توانایی کار نداره یا دارایی ندارد، گرفته نمیشه و امثال. دوم التزام احکام اسلام، اینکه به احکام اسلام ملتزم باشن. ببینید احکام اسلام ملتزم باشن منظور احکام عبادی نیست، منظور احکام سیاسی است. در احکام عبادی که اونا قبول ندارن اسلامه، لذا مثل مسلمان ها نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، زکات نمیدن، حج نمیکنن و دیگه احکام عبادی مسلمین انجام نمیدهند. اما در امور سیاسی که هست، قانونی که در کشور است، کلا باید مراعات کنن. مثلا فرض کنین که بانک سودی درست نیست، نباید بیان اینجا بانک سودی بسازن، اجازه داده نمیشه به اونا. یا مثلا اینکه اینها بیاین فرض کنیم چی بکنن، در بازار و کوچه دکان شراب فروشی باز کنن، خلاف قانون است. داخل خانه خود شراب میخوره، مسئله شخصی اوست، طبق دین اوست، گوشت خوک اونجا میخوره در خانه اوست، اما در بازار دکان گوشت خوک فروشی باز کنه، نه، این اجازه به او داده نمیشه، این خلاف قانون است. یعنی این امور را و همچنین دیگه اموری که در کشور هست، مثلا زنا بکنه قانون اسلام بالای تطبیق میشه و امثال دزدی بکنه، همچنین قانون اسلام بالای تطبیق میشه که قانون کشور است و اینا التزام میکنن احکام اسلام را در بحث سیاسی بوده است. و هو قبول ما یحکم به علیهم من ادای حق، آنچه که بالایشان حکم میشود از اینکه حقی را ادا بکنن یا ترک کنن کدام چیز حرامی را، اما قوانینی که دولت گذاشته باید مراعات کنن. البته در مسائل شخصی و عبادی خود بینهم و بین الله باز به دین خود کار میکنن. واجبات اهل ذمه، اهل ذمه چی کارهایی باید انجام بدن؟ بر اهل ذمه واجباتی است که حتما باید التزام کنن. ببینید اینجا یک عده امور 8 امر اینجا آورده، اما باید بگیم که این 8 امر وظایف اهل ذمه هست. اینا توضیح میده، باز بعداً میده حقوق اهل ذمه که در مقابل چه حقوقی دارن اهل ذمه. اما این 8 امری که اینجا ذکر شده خیلی مجمل یاد شده،
در بسیاری اینها تفصیل لازم است، اینا باید خیلی بحث بشه. حالا بحث ما اونجا نیست، چون ما شناخت سیاست اسلامی به طور کلی بحث میکنیم، نه به طور جزئیات باز بحث دیگری است. خب حالا اینجا میگه که اهل ذمه اولا التزام به دفع جزیه داشته باشن، جزیه بدهند. دوم اینجا مثلا این حکم دوم نیاز به تفصیل داره، اینجا اصلا اجمال یاد کرده و اصلا هم بحث باز نکرده، در حالی که به این اجمال نیست، بس خیلی نیاز به تفصیل دارد. در رابطه به مسائل عبادی اونهاست، در ساختن عبادتگاه، مثلا کلیسایی برای خود بسازن یا کنیسه‌ای، گفته عدم و احداث دور للعباده فی بلاد الاسلام، حق ندارن در کشورهای اسلامی برای خود جایی برای عبادت بسازن. ولا یجدد ما خرب منها، اگر عبادتگاهشان خراب شد حق ندارن اون رو دوباره درست بکنن. این حرفی که اینجا گفته شده به این اجمال درست نیست، این حرف اشتباهی است، به این اجمال اشتباه هست، بلکه این بحث را به تفصیل که فقها یاد کرده اند. جناب ابن قیم رحمه الله کتابی داره احکام اهل الذمه، اقوال فقها مذاهب مختلف را توضیح داده با ادله، یعنی این چیزی نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث گفته باشن یا فقها به این اجمال به این شکل گفته باشن، نه خیر. احکام اهل ذمه رو اونجا توضیح داده و گفته که اصلا چی که از بلاد اسلامی به 3 دسته تقسیم میشه. یکی کشورهایی که از اساس او را مسلمان ها ساختن، اصلا این شهر دیار ساخت مسلمان هاست، مثل کوفه و بصره. کوفه و بصره دو شهری است که ساخت مسلمان هاست، اینا قبل از اسلام وجود نداشته. یا مثل بغداد ساخت مسلمان هاست، قبل از اسلام وجود نداشته، در زمان عباسی ها مسلمان ها ساختن. و همچنین خیلی شهر واسط شهری که مسلمان ها ساختن و خیلی جای دیگر. لازم جایی که مسلمان ها ساختن اینجا این حکم درسته، اصلا کلیسایی نباید ساخته بشه، اگه ساخته بودن تخریب میشه، از بین میره. اینجا 100%، چون از اساس کشور اسلامی بوده، اینجا جایی نداره غیر مسلمان و نباید اینجا به عبادتگاهی برای خود بسازن، چون اصلا عبادتگاه او اعتقاد باطل است، بر عقیده باطل دعوت میده، لازم این اجازه بود داده نمیشه در کشوری که اصل او اسلامی بوده. اما قسم دوم جایی است که نه اصل او اسلامی نبوده، کشور کفری بوده، غیر اسلامی بوده، مسلمان ها او رو به زور فتح کردن. جایی که به زور فتح شد اینجا چیه؟ باز هم کفار اینجا حق ندارن و برمیگرده بنابر آنچه ابن قیم رحمه الله فتوا داده، گفته به مصلحت حاکم برمیگرده که حاکم برایشان اجازه بدهد که عبادتگاهی داشته باشن یا ندهد. و البته حاکم مصلحت شخصی خود را نمیگیره، احساسات شخصی خود را دخیل نمیکنه، بلکه نگاه میکنه مصلحت مسلمان ها فعلا چیست، چه چیزی خواهش میکنه. اگه مصلحت ایجاب میکنه که اینها فعلا باشن اینجا و این جوانب مختلف داره که چه چیزهای مد نظر بگیره، خب او کار انجام میده و حتما باید با علمای خود مراجعه بکنه و جوانب مسئله بررسی بکنن و باز تصمیم بگیرن. و اگر باز طوری بود که به ضرر مسلمین بود یا مثلا فایده به این بود که باشن، خب باشن، به ضرر مسلمان بود نباشن، بررسی میکنن جریان، طبق او حکم میکنه. و یکی جاییست که به صلح گرفته شده او شهر، با صلح مسلمان شدن، خودشان ایمان آوردن، عده‌ای هم ایمان نیاوردن و اون کشور به دست مسلمین افتاده. اینجا در درجه اول همون مواد صلح مدار اعتبار است که در ماده صلح خود چی نوشتن. اگر در ابتدا که صلح کردن بر اساس صلح کشور به دست مسلمان ها افتاده، خب در مواد صلحشان چی نوشته؟ اگر نوشته که عبادتگاه باشد و عبادتگاه بسازن، میتوانن بسازن چون عهد بسته شده. و اگر دیگه قسمی نوشته بود، دیگه قسم نوشته است. و اگر هیچ چی نوشته نبود، باز برمیگرده به مصلحت حاکم چه چیزی را به مصلحت مسلمین میبیند. گاهی اوقات میبینه که مثلا به طور مثال میگیم که کفار مثلا زیاد نیستن، اینا کمن و میخوان کلیساهای زیادی بسازن و اینا میخوان مقدمه‌ای بسازن برای اینکه افراد دیگری بیارن و شهر رو از دست مسلمین بگیرن. مثل که در بعضی جاها دقیقاً هم این کار کردن، مثلا سنگاپور جدا کردن از اندونزی، دقیقاً به همین شکل از کشور اسلامی او رو جدا کردن. یک عده آمدن روز به روز خود رشد دادن تا اینکه ادعای تجدید طلبی کردن، خود جدا کردن. یا دقیقاً در فلسطین اسرائیل که آمد همین کارا رو انجام دادن، به تدریج خود جا زدن. همچنین جای حاکم باید جلوگیری بکنن، بند بکنه، بگه نه اصلا اجازه نداره اینو تعمیر کنین بسازید. یک جایی هست که نه، میبینه اینا واقعا نیاز دارن، ضرورت دارن، هیچ بحث سیاسی دیگری ندارن و یک نیاز است، با زور اجازه میده. خلاصا مصلحت اونجا باز میبینه. سوم، پس به اجمال نیست، یک بحث مفصل است. بس سوم، عدم و ایواء الجواسیس او القش للمسلمین. دیگه اینکه اهل ذمه نباید جاسوس اینجا جا بدن و اینها با کشورهای دیگه در ارتباط باشن
با کشورهای کفری در ارتباط باشن، جاسوسی اونها رو بکنن، به مصلحت سیاست‌های بیگانه کار بکنن. این کارو نباید انجام بدن. اگر جای دادن جاسوس را غش و خیانت برای مسلمین کردن، عهد ذمه‌شان از بین میره. چهارم، عدم تعرض برای یکی از مسلمان‌ها، به یکی از مسلمان‌ها تعرض نکنن، اذیت نکنن، استهزاء به دین نکنن. این کارا رو کردن، باز عهدشان زیر سوال است. پنجم، الا یمنعوا احدا من اقربائهم او ذویهم من الدخول فی الاسلام. اگر یکی از خویشاوندانشان، از بستگانشان دوست داشت مسلمان بشه، به رضایت، به رغبت، نه به زور، اجازه ندارن او را منع بکنن، اذیت بکنن. ششم، ان یوقروا المسلمین، احترام مسلمین را داشته باشند، ولا یتشبهوا بهم فی شیء من لباسهم، در چیزی از لباس خود تشبیه اونها نکنن. مثلا یکی بیای لباس خاص اسلامی رو بپوشه، لباسی که مسلمان ها به او شناخته میشوند، مثلا یکی لباس یکی از علمای دینی رو بپوشه، این اجازه به اونها داده نمیشه که به نوع غش و خیانت صورت میگیره. و لحاظا در لباس خود یک علامه‌ای داشته باشن که شناخته بشوند که اینها مثلا از این دینن و مسلمان نیستن. الا یظهروا شیئا من عباداتهم، چیزی از عبادات خود در بازار و کوچه و اینها ظاهر نکنن، یا شعارات خود را مثل صلیب و اینها به در و دیوار بزنند و امثال او. داخل عبادتگاه خود آزاد هستند. هشتم، الا یبیعوا شیئا محرما فی الاسلام کالخمر و نحوها، داخل بازار و کوچه چیز حرامی خرید و فروش نکنن، بین خود میکنن، مسائل شخصی خودشان است، با خودشان مربوط است. حقوق اهل ذمه، حالا وقتی که واجبات اینها دارن، باز حقوقی هم دارن. لازم میگه که الاسلام دین العدل و الرحمت و الرفق بالخلق. این در طول تاریخ معامله‌ای که مسلمین و دین اسلام به همراه اتباع غیر مسلمان خود داشته، در طول تاریخ مسابقه نداره که دیگه کسا این برخورد در کرده باشن. اسلام دین عدالت است، دین رحمت است، دین نرمی به خلق است. و من هذا المنطلق، از این قانون و از این اساس، فإن الاسلام لا یشترط علی اهل ذمه شروطا دون مقابل، شرطای بدون مقابل نگذاشته. شرطای گذاشته این کارا رو انجام بدین، در مقابل ما هم باز به شما کاری انجام میدیم. بل یعطیه من الحقوق الشیء الکثیر، ما برای شما ما هم چیز زیادی میدیم. فإن الامام، رئیس مسلمین، وقتی عقدی برای اهل ذمه بست، فعلیه بر او لازم است حمایت اونها از مسلمین، حمایت کنند که مسلمان هم کسی به اونها از آزار نرسانه، اذیت نرسانه. و از اهل حرب، اگر از کشورهای بیگانه کسی به این کشور حمله کرد، به اهل ذمه اذیت نرسانه. اگر از اینا اسیر شد، تلاش کنه برای نجاتش. لانه التزم بالعهد الحفظهم، چون عهد کرده با اونها که شما محافظت میکنه. و لهذا علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرموده است: انما بذلوا الجزیه لتكون اموالهم كاموالنا، اینا جزیه میدن تا مالشون مثل مال ما محفوظ باشد و خونشان مثل خون ما محفوظ باشد. و عمر بن خطاب رضی الله عنه برای خلیفه بعد از خود گفت: و اوصیه به اهل ذمه المسلمین، من توصیه میکنم که به اهل ذمه خلیفه بعد از من متوجه باشد نسبت به اهل ذمه، خیراً به خیر و اونو بر خود داشته باشد. ان یوفی لهم بعهدهم و یحاط من ورائهم، اینکه عهدشان را وفا کند و من ورائهم احاطه کند، یعنی محافظتشان را بکند، محافظت بشوند و یا یحاط من ورائهم، محافظت بشوند با آنها کسی آزاری نرساند. و امکان دارد که تعبیر کنیم حقوق آنها را در نقاط تالیه. اول، عصمت اموال و دمایشان، مالشان و خونشان در امن است و نصوص شرعی برحذر داشته به شدت از اینکه نسبت به خون اهل ذمه تعرض بشود. عبدالله بن عمرو رضی الله عنه فرموده است: پیامبر فرمودند: من قتل معاهدا، کسی که معاهدی را بکشد، یک نفر عهد کرده، حالا یا مستأمن یا ذمی، کسی اگر او را کشت، لم یرح رائحة الجنه، بوی بهشت به مشام او نمیرسد، در حالی که بوی بهشت از مسیر 40 سال را به استشمام می شود. دو که روایت در صحیح البخاری آمده است. و مطلب بعدی، حق دوم، الانتفاع بالمرافق العامه للمسلمین، به اصطلاح نعمت‌های عمومی که در یک کشور برای مسلمین وجود دارد، سهولت‌هایی که وجود دارد، از همه اینها میتونه استفاده کنه. قطار است استفاده کنه، پارکی است که استفاده بکنه، برق است، گاز است، تجارت است، از تمام امکانات این کشور میتونه استفاده کنه. سوم، مزاولت و بعضی الاعمال، انجام دادن بعضی از کارها آزادش برای است، تجارت میتونه بکنه و امثال او، دیگه درس میخونه، تجارت میکنه، آزاد است، محدودیتی نداره، به شرطی که با مسلمان ها ضرری نرساند. چهارم، در اعتقاد خود آزاد است و در اجرای احکام احوال شخصی خود در بین خود آزاد هستند که چه عقیده‌ای دارن، چه اعمال عباداتی دارن.
پنجم دفاع از اونها ضد من قصدهم به اعضا. کسی میخواست به اونها اذیت برسانه باید که از اونها دفاع بشود. معامله آنها، یعنی معامله یعنی ارتباط با اونها، چگونه با اونها برخورد داشته باشیم. گفته تجوز معامله تو اهل ذمه فيما لم يتحقق. ببخشید اینجا مراد از معامله خرید و فروش است. میگه خرید و فروش و معامله ها و اینها با اونا جایز است در آنچه که تحریم متعامل فیهی ثابت نشده باشد. در چیزی که حرام نباشد، در چیزهای مجاز میشه با اونا معامله کرد. من عدم مودتی و رکون الیه، به شرطی دوستی و محبت و علاقه و میل به طرف اونها نباشد. از لحاظ عقیدتی یکی دوستی های طبیعی است. دوستی طبیعی اگه پیدا شده کوشش کنیم که اونا سبب هدایتشان بشویم، اما دوستی عقیدتی و دینی به شرط پیدا نشود. و اخذ الحیطه و الحذر منهم، و نسبت به اونها همیشه برحذر و محتاط باشیم که ضربه از اونها به ما نرسد. ابن بطال رحم الله روایت کرده در آنچه که ابن حجر از ایشان نقل کرده، گفته معامله کفار جایز است، معاملاتی که با اونها انجام میشه، الا بیع ما یستعین فی اهل الحرب علی المسلمین، مگر که چیزی را بفروشد که مسلمین او را بر علیه مسلمین استفاده، ببخشید اهل حرب و کفار او را بر علیه مسلمین استفاده کنند. مثلا فرض کنیم که سلاحی را به او میفروشین و او باز میفروشه به یک کافر دیگه حربی که اونها بر علیه مسلمین استفاده کنند. این نه، این معاملات باز نه. و در کلام ابن حجر رحمه الله آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گرو دادن لباس جنگی خود در نزد یک یهودی و گفته و فی الحدیث جواز معامله الکفار فيما لم يتحقق تحریم عین المتعامل فيه. ابن حجر گفته از این حدیث ثابت بشه که با یهودی، با اهل ذمه بودن، جایز است معامله کردن در چیزی که حرمت معامله ثابت نیست. و عدم اعتبار به فساد معتقداتهم، این که اعتقادشان فاسد است یا چیز، این به معامله ایشان ربطی ندارد. و معاملاتهم فيما بینهم، معاملاتی که فيما بین خود دارند به خودشان مربوط است. و فيه ثبوت املاک اهل الذمه فی ایدیهم، از این حدیث ثابت میشه، روایت صحیح البخاری است که مال اهل ذمه از خودشان است، مالی که در دستشان است ملکشان هست، میتونیم با اونها معامله کنیم. حالا بیایم فکر کنیم شاید از دیگه کس باشد، شاید دزدی کرده، نه، اینا تخیلات است. و بر اهل ذمه معدون فیه، نیکی به اهل ذمه از طرف شریعت اجازه داده شده، میتونیم با اونها نیکی بکنیم. در سوره مبارکه ممتحنه داریم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، الله شما را نهی نمی کند از آن کافرانی که با شما نمی جنگند فی الدین، به خاطر دین، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از خانه های شما بیرون نکردند. شما را الله نهی نمی کند ان تبروهم، از اینکه به اونها نیکی بکنید، و تقسطوا الیهم، و اینکه با آنها قسط بکنید، عدالت بکنید. ان الله یحب المقسطین، الله عدالت پیشگان را دوست دارد. بس پسر کافری است که با شما در جنگ است. سوره ممتحنه آیه 8. اما تودد الیهم، خیلی دوستی با اونها، روابط نزدیکی که خیلی دوست بشیم، این نهی شده. یا ایها الذین آمنوا، خصوصا دوستی که به مسائل عقیدتی بکشه. ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من خود را دوست و مددگار خود نگیرید. تلقون الیهم بالموده، که دوستی با آنها القا بکنید و اظهار دوستی بکنید. سوره ممتحنه آیه اول. و به هر صورت تا اینجا چیزی که خواندیم این بود رکن دوم اسلام. رکن دوم اسلام ببخشید رکن دوم سیاست اسلامی. رکن دوم سیاست اسلامی بحث چیست؟ رعیت هست، ملت و شعب هست، و این هم باز به دو دسته میشه، مسلمان یا کافر، که مفصل توضیح دادیم. حالا میریم به رکن سوم سیاست اسلامی، الدار، الاقلیم، سرزمین. و بعدا باز در باب سرزمین بحث میشه که دار به دو قسم است، دار اسلام و دار کفر. باز روی اینها، روی مسائل دار انشالله در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد، به رکن سوم را خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و بر صراط مستقیم داشته باشد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.